بله سلام علیکم. شما تازه داخل برنامه شدیم، بفرمایید. سلام علیکم. اکا بیروز توزی تنجی سلامتی خوب. تشکر. چوکا دیگی چپیو دراو جای کو؟ چای؟ ای چوپولستو دراو جای کو؟ خود دیگه اون مسئولیت شونه، چیکار کنی؟ یا تدیا اکا بیروز همه یا جدا برو ما توزی همه ما نویای شهری توزم گفو. او خدوزاده را بگیم که این همین یک پرابلم های رایون خودشا بود کنن. بود های پرابلم های خودش گفته خودی گرفتای مو زاردولو میبره مو تربوز میبرین دا اوجا میفروشه. تو پرابلم های همو شهر تو خود تسوز که من دا هم بچه گفتانه موزی گپی مرا ممکن گوش کدسته باشه. تو همو جا برا ای همی پوست شهر تو در اومدی طرفی دستی چاپ بگرد با او تا ایجار برا او را دا موشین گشتن نمیتونه. تو برا پیشو پیتو خاطی برا تو سامیستان سرا برا یا رای حلال نداری بزرگ تا گرفت سوزون در روزونای روز بزرگ تا سوزون یک کس یافته نشید او آدم را یکم کس یافته نشید تو حوزی را نیافتن بزرگ سوزوندگی آدم نیافتن. بازار او زنه کم گرفتن دامو شهری توز بود خطر داماد خص بچه رمان بزرگ همون بزرگ کلون سوزوندن بو همون روز جمع شدن بو اوجا سپالکوم شهریمون نبر اومدن همون شهرشون نبر اومدن در پیش بزرگ 2 روز پس اومدن گفتن که ما پول شما را جواب گفته نمیتونیم ما جوی شما را چند قدر بود ما تامین کرده میتیم به زمانوی کرده میتیم. این کمیشت 10,000 سومون او را جوش هر یک آدم جوش بو فروخ کمیشت پستش را جوی کم دارن او را 10,000 سومون اتاق ای خیل 3 کوادرات 4 کوادرات داشتگی تو 30,000 سومون خریدن او را پرابلمش حل که بزرگ او اینون بزرگ پرابلمش حل که نومرد باشم زنده باشم من او شوی اوچش اومده دا اوجا ستول داشته که گپ زدگی بود دا اوجا خسر بچه های جانو بله او را حل که تو او را حل که ای پیشی همین چی پوست ای پیشی پوست تو مره که رات اونا سوز کرده دیگه یکم جوش سوز کردگی نیست برا پیش جلماستی تو بخور پیش جلماستی تو بخور دو طرف هموجا ماشینو موندگی هر روز 2 سومونی میگیرن ای سری را 2 سومون هر یک ماشین میگیره تو پرابلم های او را حل که پویونتر برا پیش اون دید صادق برا ای طرف رفتن ده ای طرف صادق رفتن ده نگاه میکنی دا او پیش را دا موسر توب کرده موندگی تا دست طرف دست ایروست ده او پرابلم را حل که یک ماشین نداری موسر بکشه با مروه موسر کشیدستی تو او را حل که تو او را او قدر گفزن باشه انا او را حل که بله ای آدمو گجوشی کی کو انم پرابلمو را یاد تات حل که کو ما بینم کو بگن که او همه خیل بود تو برا اونا او جوی نالوگ دا بدرو هر یک آدم 7 سوم اگر نالوگ زمین باشه 400 سومی 500 سومی شونا گرفته است تو برا دا اوجا حل که او پرابلم را بله تو نای پرابلمو را حل که مو بینیم که تو مردی بگی حالش که ای کورو را یکم جوی حلال نمونده شهر تو زمیگه کی می عبود کردن هیچ که عبود نکردن همش رفتن غورت کردن کوارتیران دا خونه مردم دا هیچ دلش نمیسوزه همش ای جوی ای شهر توز نیستن همون روبرو یکم تا شهر توز نیستن همش برای کسی روبر میشوه در رایون خودش روبر شوه در دیگر رایون روبر نشوه یکم چیز نکن در بدخشان میسته یک گایی میشوه یک آدم گایی میشوه 15,000 سومونی 10,000 سومونی میسته در بدخشان در شهر توز 70,000 سومون گایی یک آدم اینم یک چوپون میه 50 تا مولش میفروشه 70,000 همیو میتیه ساعت در گایی فرما را پوشیدگی پالکا در دستش اینا لوبوی ماشین من کدسته در پیش پوست برا در همونجا ماشین جوی منکنی نیست ماشینو را من کدسته نمیفوره بگذاری برای او طرف میاد تر ما من کدیم چی با نایستودی میگی که جو نبود نسام دلی اگم 10 متر جو هسته در همونجا اینا او طرفش بالای کوپریک میبروی تو را با جریمت میکنه داجه همو
پوستت کراسکا نداره گردی پیش نیو موسر لیخته خوکادیزه هر روز پاچکا گاییوت پول گرفته رفته است او را پرابلماش حل که او پرابلم را بین کوپری که میگذاری در شهریتوز در اومد شهریتوز بسیمی شش بسته موندگی انا بیتونو را انا او را حل که سلامت باشی بله انا این پرابلم را حل که جو گاب زده سی او فکری مردکی این مردی نیست این نومردی سخت در این نوحیه شهریتوز درختوشون بریدن گرفتن رفتن در چولی مالک استودگی یگم پرابلم حل نیست یگم آدم نمیگن که ما چند آدم هم میپرسم میگم که تو رئیس نوحیه میشناسی میگم من نمیشناسم رئیس نوحیه را باید همون نوحیه را خودش انتخاب کنه او 11 تا آورده در اینجا مونده بگی 11 تا بگو واقعا پرابلم شهریتوز بود کنه زنده باشی برادر صحبت به دیگران بتیم تشکر امیره با پریود سلامت باشی برادر او دیگه زبانی خدا نفهمه زبانی فهمه داره انشالله بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام سوزی خوبه این برادر خواستم که یاد برادر گوش کردم همینجا در گپ زدم خواستم که همی یا عموم اتفاقی گپ زنم خیلی عبد گپ نزده بودم تایم اوت گرفته بودم که اجازت بیروزیان که ما گپ زنم بفرمو مردم تاجیکستان در می گپ مردم تاجیکستان در داخله داره ای استودنت تو ملیسا و تو پروکرور تو دالشید بولشید دیگه شکه و شونا خدا ترشیدگن برای او یکم میگم که امی مردم تاجیک دا که امی ظلمش کستانده دستاشون کنده قطی زده استان زندگی اگر ساشا دسمول کنی میگن نه ای значит یگم فعل دیگه داره باید مونا کنده قطی بزننده امی уже توقع کدگیانده کنده دا اوچون خیلی دنگل فهموندن دا کو ای مردم تاجیکستان امی قدر 30 سال دیدستن که امی یگم وزیر ای پرزیدنت سرکدگی یگم وزیر تو نچلنکی ملیسا تو نچلنکی گایی تو نمی تو وکیل محله در حق همی مردم تاجیک یگان کار نکده فقط ظلم تون کردستن فقط سویتون میکشن اوتون میکشن زمینتون میفروشن درختتون میبرن فرزندتون ابلا و کده برده کشتستنشون اوخی دمی چی بدبختی دیدستن ای دسته همی آدمایی که در طور سر شما همیو کردستن شما را یگان روزی خش دیدگی نیستین بو میبرن یا گلاش برومدن که مو اوکراین میره اوخی اوکراین ای 70 سال همیو شما را گرفتن نسل و کردن کشتن تمامی کار کردستن تو حوزی را 100 سال شید قریبی از 120 سال میشه که شما را نم خیلی عذاب تون دادستن مردم تاجیک بون یا خچون بزنن بکشن اوخی نه که شما برین وطن خیتون ای دستون رفته سه ایوز خیتای در آمده همه چیزتون گرفته سه نه زوادی تیلا او تمامی چیزتون گرفته اوخی شما همی خلامه همی خلامی را با کلا بگیری اگر کو در خونت میدروی میشینی همی یک گپ ده همی تا دباری زنت خوبی تا همی کودکات قدی همی سویت هم میکشت میره هم جمعه غلطی خوب میکنی ایوت هم خیلی مردک بمبراو خوبه بمبری ایدکو کتا مردک نکو که یک از دیگه بخیزه ای پشتی تو بخیزه براوه گپ بزنم بخیزن ای جاتون هر روز نمی هر یک ساعت برای شما را دیره بخدو مردم اوکراین اوی قطعی دولتی کلون زده است ای برای چی؟ برای که آزادی را دیدگی هن نمیفوره آزادی را دست بتا همه ای کلون شونده ما همه یا دستن نمو اوکراین اکو سویتش نمیمود آوش کاق نمیشید گرم بود خوناشون تپلینیاشون کار میکرد لیکن شما هیچی ندارن اما همون را بریدن بردن فروختن تو حوزی را شما را کو نمی آدمایی که گپ میزنن باید تدگاه نمو درنتون بزه بای آدم هم میفروشه دیلش بزن کودکی خودش نمیسوزه این هم خیلی آدمایی که سلمان واری برادران هم خیلی میبروی گپ میزنن همه نمی را میبرن میفروشه آخی چیکاری نمی پسترین آدم وقتا رنگ ملت تاجیک نیست نمی پسترین آدم نمی دیگه دولت ها بخدا قسم رنگ ملت تاجیک رنگ شما تاجیکو نیست فهمیدسته اگر تو ای خونت نه برو خداوند روز
رزق روزی ترا نمیگیره دانی ترزا بگینا ما باندم نون بخو ای طریقه نیست دالبایوبو بخزه کی وطن تونای دست رفته است ای پیره دروس باز من برا میروا اوخی دخو که شما نفهمین همی مردم شما را همی قشاور فهمونده است محمد بقیر مالده است ایلو هم در خونش تنکه بگیره برای خیچه همی حقونی در خونش تنکه بگیره ما روزیم که هر یک شخصی جمهوری تاجیکستان در خونش عروشی داشته باشه حقونی داکومنتش قطعی او آدم وینیه او حق داره در برش автомат داشته باشه و پیستالت داشته باشه یک ایو خدمت کرده که تو کی میبروی تانی یک آدمی که گپ میزنی موی خیلی حق حقوق خچه میبروی گپ میزنه حق داره که گپ بزنه تریا ملسا میبروی در سر ظلم میکنه کارتشکر تا برده در بزرگ محصولات خونه اختا فروخته است ایتم میاد تو برابر نالوگ تا میگیره مشکلی در اینجا برادر عزیز تو میخزی میره پشتی حیوان نه برو دیگه گپ نظر رو تسیو کنم دروغگو اینم خیلی آدما اینم تری آدما فروخته که نمی دولتا ای دسته نم تری آدما با پستی رفته استیم هر روز قیمت چی دسته اورتون قیمسویتون خوش زندگیتون قشقتون کسته بیچتون که دسته ای کمت ای دیگه یکان چیز دیگه نداره کیسه شما را حساب میکنن سومی کیسه تون حساب که دسته یا پریزیدنت میسته در منبر سومی کیسه خلق حساب میکنن ندارن دیگه یکان چیزی که بخره تمام ریسورس دولت اشیاء خود ای دولت برومست شما نمیفهمید تو برای بردنان سری میخزی میدوی کودکی 30% میخزم میدوا بمبرای توری پدر دا بمبری او خوبه تو را سویت در خونه چشتگی یا پروگرام را تماشا میکنی سویت هم میکشن میغلطی کونت هم میگردانی خواه میکنی فرزندی تو سواد نداره عقل نداره تمیز نداره برای که تو خودت نداری تو 30 ساله هیچ را ندیده نرا نمو مسجدی که میروان در نمو جکو نامی همی کلغاوس همی گرن نرا تو چی میره در اون مسجد نماز میخونی نرا نماز نخون با درون در شرطی که فرزندی تربیه نداره تو خودت آزاد نیستی تو را دولت تای دست رفته است با خدا سلمان دردت میکنه نمیدانی چورا دیگه یورا بفهمونی میخواستی گپ میزنی مرا لیش نه زندگیم سوزه کار ندایم یکان درد ندارم یکان چیز نداشتم در همون تاجیکستان هنی 100% بدم نکی با خدا مرا دیلم برای نمی کودکایی که یونیورسیته بود میکنن بلا دردست شما میتن دقون شوشتا قطعی میزنن راسیه روی شما میکنن غلام شما کدستن با خدا ای میلت دیگه نمیبروی یکان چیز شما خودتون ببینید شاعراتون مردستن حافظاتون مردستن ای بچه با خدا اولیموتون مردستن همه ایرا ما ایدست بودستیم نمیبروی دیگه تو 40-50 ساله های دیگه را کوی خیلی آدم نمیبروی بله سلام باشه برادر یک آدمی میبروی فرزندی ترا پشتی ترا میگیره فرزندی ترا پشتی شکرفته است که نه که آینده همی کودک غلام میشوه غلام ای بچه همی غلام شما توالت توزک نکن کون توزک نکن شما تحقیق برادر سلامت باشی تشکر زیاد زنده باشی برادر عزیز من خواهش میکنم وقتی در افیر صحبت میکنی خب شرنیز دیگه نامای همین چیز جوک و جاندو را دیگه بگیری نه بچه احترام یک کمی سطح بلند صحبت دیگه ماشیت رعایت بکنید بدون که کسایی از این کلمه اصلا خب منطقی نیست در یک افیری 4-5 هزار تماشا میکنه با برای حرفا را بزنید من خواهش میکنم درست است احساساتی درست است که مرده ما این گونه حرف قبول داره اما ما باید اصلاح بکنیم جامعه را از این حرفایی که دارم میزنیم ما باید کمی اصلاح بکنیم